هستی هر موجود عبارت از الیمنت های معین است. یک چند عنصر جمع آمده موجودی را تشکل می دهند. این را ترکیب نیز می گویند. هماهنگی در هستی دلیل وجود آفریدگار است. فرضاً در آزمایشگاه ماده های گوناگون در ظرف های شیشگین گذاشته شده است. درخواست می شود که از این ماده ها دارویی بسازیم. داروها را بررسی نموده دیدیم که از هر شیشه به مقدار لازمی از یکی 1-2 میلی گرم، از دیگری 3-4، از سومی 6-7 میلی گرم استفاده شده است. اگر کدام از آن ماده ها کم یا زیاد شود، دارو تاثیرش را گم کرده به زهر مبدل می گردد. آیا امکان دارد از این شیشه ها تصادفاً از هر یک به اندازه معین ماده ها بیرون شده دارویی را تشکل نمایند؟ اگر تمام جهان جمع شوند، مگر ما را می توانند قناعتمند سازند که دارو تصادفاً پیدا شده است؟ خاصتاً اگر از آن داروها میلیون ها نسخه باشد. از این اندیشه دیده مگر خرافات بیشتری وجود دارد؟ با این قیاس هر موجود زنده و هر گیاه کاملا مثل همان دارویی است که از ماده های گوناگون با علاوه مقدارهای معین الیمنت ها ترکیب یافته است. بیایید به جسم خود نگریم. در جسم انسان حدود 60 الیمنت وجود دارد که هر یک آن مقدارش معین بوده با یک هماهنگی عجیب در بدن جایگیرند. در وجود ما الیمنت های آهن، مگنی، خرم و غیره با مقدار لازمی موجود است که کم و زیاد شدن آن باعث بیماری ها می گردند. مثلا عنصر میس خصوصیت خون تولید کنی دارد. در صورت کم شوی آن بیماری های عصب به وجود می آید. عنصر منگن باشد سیستم مغز سر را فعال نگاه می دارد. اگر این عنصر کم شود در فعالیت مغز سر خلل به وجود می آید. وظیفه عنصر کدمیه باشد به تنظیم در آوردن فشار خون است. در نتیجه کم و زیاد گشتن این عنصر حالت فشار خللدار می گردد. در حالت عنصرهای زیاد در یک جای بدن جمع آمدن ویرانشوی گرمان ها به وجود می آید. عیناً به همین هماهنگی که در وجود انسان دیده می شود در بدن دیگر جانوران و رستنی ها نیز موجود است. اینجا سخن را اطراف ترکیب موجودات دراز نمی کنیم. کسانی که می خواهند در این موضوع بیشتر دانند می توانند از کتاب‌های اهل اختصاص معلومات‌های مفصل به دست آورند. عجبا، اگر تصادفاً پیدا شدن دارو از امکان بیرون باشد، مگر امکان دارد وجود انسان و این همه هستی با این نظام دقیق تصادفی باشد؟ اگر اهل عالم به ما بگویند که ماده ها از شیشه ها خود از خود ریخته داروی اسپرین پیدا شده است، قابل قبول نباشد. چگونه پیدایش انسان که میلیون ها برابر مرکب تر است تصادفاً به وجود آید؟ خاصتاً جسم انسان به مانند دارو نیست که یک مرتبه ساخته آن را به حالش گذارند، بلکه ترکیبی است که همیشه در حال نو شدن است. مثلا وزن سالانه حجیره هایی که تنها در روده های هر انسان از بین می روند 90 کیلوگرم است. وزن حجیره های در پوست نابود شده باشد 45 کیلوگرم است. هر روزه در بدن ما 200 میلیارد حجیره ها می مورد و هر ثانیه 10,000 حجیره نو پیدا می شود. بدن ما یک نظام عجیب است که در هر 6 ماه نوسازی می گردد.
چگونه امکان دارد این ترکیب تصادفاً به وجود آمده باشد، در حالی که از این گونه ترکیب در روی زمین زیاده از 7 میلیارد ارض هستی دارد؟ چگونه میتوان باور کرد که همه آنها تصادفاً به وجود آمده‌اند؟